خوب است تکلا؟ زنده باشی، سلامت باشی، آرام باشی. تشکر. خیر ببینین. اسم مبارکتان؟ اسم مبارک مسیب الله. لالا حسیب الله از کجاستی؟ از ولسوالی رستاق شهر جدید. از امی ولسوالی. از ولسوالی رستاق هست. امروز خربزه میفروشین، شما هر ساله خربزه میفروشین، کسبتان است یا که این سال شروع کردین؟ انشالله خدا دروغویم نکنه، سندی 10 سالگی بیترم من خربزه فروشی ولسوالی رستاق هستم. بیخی تجربه کار هم هستی؟ نظر به که همین از 10 سالگی شروع کردیم تجربه کار هستیم، نسبتا بازارهای ما خیلی خراب است. امروز که خربزه میفروشید دستت یک اندازه خربزه گرفتی را به خاطر چی؟ این از امقات خربزه بدون کدام نشانی بدون کدام گپ همو گرفتیم که چشک به مردم بتم که مردم بفهمه خربزه امام صاحب بسیار برابر است، بسیار شیرین است. خب خربزه ایتم خربزه امام صاحب. امام صاحب مجر از بله. خودت رفته آوردی خریدی یا کسایی نه این از دهقانا امام صاحب گرفتیم خودی ما. بسیار با نرخ پایین گرفتیم، بازار نداره. خب چند خریدین سیره؟ یک موترش به 34000 افغانی خریدیم. یک موترش 34000 افغانی خریدین. چقدر خربزه می داشته باشه؟ ما تقریبا برآورد خود کردیم به 550 سیر. 550 سیر خربزه را با قیمت 34000 افغانی خریدیم. 34000 افغانی. خودتان چطور میفروشین دیگه؟ ایرا ما از روزی گرفتیم انشالله که گرفتیم با امید یک لقمه نان که اصلا دما نانم نکد، حتی توانم میکنه. بازار نداریم بازار. چندی میفروشین؟ سیرکی میفروشین دانگکی؟ سیر دما 65 روپه غلطیده 60 روپه فروخته رو استیم.